به فضا رفتن آرزوی ماست. یکی از آرزوهای وزیر ارتباطات به فضا رفتن است که البته در چند روز گذشته در صفحات مجازی و صفحات خودشون آرزوی خود رو بیان کردند که شامل عکسی بود از لباس فضانوردی که متاسفانه با واکنش بسیار بدی از طرف شما و حتی آلمان تا ته آلمان، فکر کنم رئیس جمهور آلمان بود و بیشتر مجلات آلمانی ایشون رو به مسخره کشوندن. آخه لباس فضانوردی که وزیر جوان در صفحه خودشون گذاشته بودن لباس های اسباب بازی هست که بچه های کشورهای کافرین در هالووین میپوشن. یکی اونا بود که البته گفتم واکنش شما نمک نشناسان به وزیر جوان چنانی بود که ایشان که اصلا به معذرت خواهی مانند زینب به معذرت خواهی افتادن. فوش‌های ته شلواری شما و ته خیابانی شما مانند سنگ‌های کهکشانی به طرف ایشان پرتاب شد. آره دیگه، فوشی بود که شماها به این دادین. آخه با خودتون حساب نمی کنید دیگه. آرزو بر خلوچلان عیب نیست. حالا این تفلکی آرزویی کرد، اما همونجور که اطلاع دارید اینا همه پیش بینی شده و با برنامه انجام شده بود. اول ایشون عکس لباس فضایی قلابی رو دادن بیرون. آره دیگه، لباس هالووین بود، $10 بیشتر نیست. حالا خب من تنمه دیگه. بعد لباس رو فکر کنم کی داده بودن، فتوشاپ چیز کرده بودن، عکس نقشه رو برداشته بودن، نقشه رو نقشه ایران رو گذاشته بودن. آره دیگه. بعد در همون لحظاتی چند روز بعدی ظفر رفت هوا، موشک مظفر رفت دیگه، رفت هوا و شماره های معکوس هم که دیدید. البته معکوس ما با مال معکوس کافرین فرق میکنه. مال اونا 11 10 9، مال ما 1 2 3 خدای توبه تا 11 رفتیم. ظفره رفت بالا، ظفره رفت یک دفعه همون وسط هوا یک دفعه اینجوری خم شد، برگشت رفت اقیانوس هند. آره والا، ما و دانشمندامون اینا نشستیم کمی تحقیق کردیم، گفتیم این مظفر چرا این کارو کرد. اما مظفر همه شکل نگو که این دلش برای جدوباد هندیش تنگ شده بود. آره دیگه، رفت اقیانوس هند، دلش برای جدوباد هندیش تنگ شده بود، دفلک رفت یه سری زد. البته ما از اداره مستضعفان بودجه‌مون خیلی زیاده، حالا از این موشک‌ها زیاد پرتاب خواهیم کرد. البته راستش رو بخواین من همین داخل همین جمع خودمون شنیدم، چطوری دارم میگم دیگه، خبرهای داغو دارم بهتون میرسونم. بذار لباسامو یه خود بهتون نشون بدم. البته من از همین داخل خودمون شنیدم که قرار بود که ما کاخ سفید رو حسینیه کنیم. بعد تصمیم گرفتیم که چیکار کنیم، یک جهش بسیار بلند بزنیم، اصلا کره مریخ رو حسینیه کنیم. چرا که نه؟ مگه شما فکر کردین اون ایلینای ورپریده، اون رپتیلین و پلیدین و انوناکی، اونا احتیاج ندارن که ما اونا رو به راه راست هدایت کنیم؟ و چپ خواهران عزیز، در همین جمعی که ما داشتیم صحبت میکردیم با اساتید و دانشمندان و وزیر ارتباطات، تصمیم گرفتیم که حجاب باید رعایت شه. ما که فضا رفتیم، خب نمیتونیم که این ایلینا رو تحریک کنیم. میبینیم من چه زیبا با لباس فضا نوردیم حجابم رو رعایت کردم. یعنی من یک برادر رپتیلین ببینم، یک برادر پلیدین و خوشگله هستن که بلند هستن، قدای بلند دارن. دیدین دیگه پلیدین رو ماشاءالله یک جذبه‌ای دارن. آره دیگه، حالا عکسشو میذارم ببینید. خب نمیشه که اونا رو تحریک کرد، خدایی نکرده، پس این لاخمو بیرون نیاد.
با این لباس فضا نوردی. خب حالا مظفر که نشو سواری یکی دیگه میشیم. این سواری ما حالا زیاد داریم. هیچی دیگه، به تو تبریک میگم که به هر بدبختی بود آبرومون در تمام دنیا رفت. مجله های آلمانی هم راجبمون نوشتن و کاری کردیم دیگه یوری گاگارین داره تو قبرش میلرزه. آره والا داره میلرزه یوری گاگارین. البته ما در کره زمین خب خیلی توسعه پیشرفت داشتیم. کشورها رو که نریختیم به هم، جنگ ها که راه ننداختیم، همه رو که به هم نریختیم. آره دیگه ما کره زمین رو اصلا از این رو به اون رو کردیم. الان دیگه وقتشه چیکار کنیم؟ بریم اونجا رو بریزیم به هم. خب نریزیم به هم، پس بذاریم این مریخی ها راحت زندگی کنن وامونده ها. چرا که نه؟ پس بریم بریزیم به هم. آره دیگه مریخ و ماه و وینوس و جوپیتر. وای چقدر مستم من، آه ببینش فرمون چند تا از این چشممون. وای چقدر مستم من، آه ببین بدنم. انتخاب این تصویر و نوع کار تبلیغاتی که انجام شده بود افکار عمومی حساسیت نشون داد. البته من همون شب توضیح دادم، اما به نظرم میرسه که در رابطه با این موضوع هم باید بدون لکنت عذرخواهی کرد، هم که توضیح داد که این یک اشتباه رسانه‌ای بود که توسط